کمونیستای شما در مسلمان بودن مولوی، با خدا قسم هم کمونیستای شما در رحم مردم میخوردن. نه که شما اونم خیلی دشمنی هستین که دیگه شما را فهمیده تو نمیشوه. مردم بیچاره نمیفهمن شما را دشمنو. اینقدر دشمنی خوین شما، اینقدر خیانت دای ملت کردین تا آخر اومده. نعوذ بالله چی دشمنی کردین با ملت؟ نعوذ بالله. خاک سفر کمونیست نیستیم بعد دیگه کمونیست نشدیم در دشمن میشیم. یکی لنین آدم خوب نگفتیم، استالین قاتل گفتیم، همشه بدبخت گفتیم، بعد که در خوین میشیم. مولوی خمی صورت خطای نشکم تا نگاه کرد، شکم بد خار برین دمای همه جا دیگه چخیلی صورت پرت افتن چخیلی دیگه این کار میکنی. یک عرقخور یک اخید یک ماشین نم صورت نگاه یه ماشینی کوی بود چخیلی اپراودن نکنیخته. حیرون موخی مولوی یا برام صورت یه بار تماشا که بین تاریخ تا چخیلی خدت بو کمونیستو را گب میزنی خطی کی زدیسته؟ نعوذ بالله کسی افلون نخو من تاریخ بگوی با خدا قسم خیلی دیگه چیزی گفتی نگفتی با پیشه بگذاروندی برافتی با خدا. نخی برادرای عزیز این همین صورت تماشا که خمی و عرق خورده سن همین مودم خطیشون اینه نگاه کنی نخی و زده است یگان اینجا دیگه اپراود نیست که اپراودت نمیکنی خطی حروم خورو هستی. این همیو یک گروه هستین با خدا قسم بدتر همه خودت تماشا کخته. این همیو کیا قطید تو کمونیست تهمت میکنی و دماره این نگاه که صورته ولی من چوبش میکنم در فیسبوک. اون تا شکل سیفلا کمونیست نیست یگان تاش حکومتی نیست اونو همش کارگرای از زوادن و آدم رسی آمدگی یا رس آمده کم رسیدگی برای ساختن اسپی کامپیوترنی سنترای برای ساختن چیزایی یعنی که مرکز تکنیکی برای هم کامپیوترنی سنتر و هم ای بالا اون سال نشنی بطری که همو رسی و رسی آمدگی چه یکون آدم دیگه نیسته گون زدیست نرقه کدومی باشد قطعی همیو یوخ شما هم یک مافیایی فهمیدی؟ فقط آدم را تهمت کمونیست کن با خدا قسم کمونیستات هزار بار خوب بودن آنو لین هم خوبه سلمت خوب شما کمونیست گفته حق مردم خوردین اونا برای مردم هم میدادن شما حق خوردین حق مردم این همید یک عرقخری نه تماشا کخته یا بار امروز ملو شده. سلامت باشی. من الحمدلله ایمان دارم. من الحمدلله ثم الحمدلله نه عرق خوردم نه خطی حرام خوردم. او با گفته ایسم که یک روز ایراسیه برای شدن شرکت اسپیه ما عرق نخوردیم اما کسی افلا با گفته ایسم به زبان تاجیکی بفهم و تحمد نکه ای الله بترس هیچی قرد که از قدیم جنگ داری و دست شپنات خیز ایسر رو خطی برداشتگی نمورا کی را تخیری همه لوبوی که از بینات میگه عرق زدی سر خطی همیو خطی الکشوک چی شدگی سنچه هم ماشینی کی فهمیدی شما مرا چی در قرار میکنه که شما آدم مردمی توجیه که با کمونیست گفته آدم را گمراه کردین پانتورکو را طرفدار شما پانتور که نخی من میدونم تو برای چه پشتی پانتورکو را میگیری برای که شما سیستم شما پانتورکیزم برای که شما با دست شما ملت توجیه که کشتن نمی پانتورکو برای انمی که اپراود داد میکنی نکی کو برای چی برای انمی گور سوزاده دینگ جوشد شما پاتریوت ملت توجیه نیستین شما فقط برای کیسهاتون همین کارا میکنین همون سال 90 همه شما بیزنس مینو همه ملت مردم را کشتین شما بدین این بله پانتورکو که یک حیات مردم را میکشتن و فرصت یافتن با دست شما خوینو با دست شما خوینو مردم توجیه که درو وردین کشتین با میدان ها کشونده چون اسلام ایش کمونیست گفتن ایش اسلامیست گفتن و خود دادن که کشتن مردم را همه وقت نمی شما خوینو اگر نابود نشین اگر کوی مردم ما عبود نمیشه و ایره مطمئن باشین این هم خیلی خوین اگر در تو وقتی هسته ما میگم روز باروز ما میفهمه یا نمیفهمن تو برین خوین آمدی بول تو یک عرقخری الکش نگاه که قد حرام خوروی بود دمورا میبروی هر گب میگوی ای خدا بترس کسی افلا ای الله بترس ای الله بترس تحمد نکه گفته ایسم تا کسی افلا تون پرستی تو کمونیست میشی تو کمونیست کمت را کمونیست میشی مسلمان میشی تو شیطان پرستی تو آدم کشی تو عرقخری حرام خری شما نمی کارا کردین مردم ما را با کمونیست و به هر چی تقسیم کردین
شما انمی بدبختترین شما که امروز کنیش شما نمیگن که امروز ازبکو کشتستانتون برای چی که شما پانتر کن شما یگون مقصد دیگه بدارین شما یگون پلان دیگه برای نابود کردن مردم ما دارین هیچ پلان نداریم ما پلان یگون پلان نداریم هم خواستیم تحمد نکه کسافلو که الله بترس تحمد نکه کسافلو بشی همجا چخچخ که هم بگی یگون پرابلم نیست دفش هم ترا نبینده دمیجه مولوی برا دفشت خوین خدوزادوش ما همه قد 100,000 ملت ما را کشتن همه خوینو ولی هم چینه برام دفش نبینده با نوم خدا یک شیطانی تی برا دفش نبینده دمیجه کانال دادگاه این افشیده دفش نبینده خدی هم نهزتیتون شما خوینو تا وقتی که شما اصلا این مردم ما میکشن مردم ما را سلامات باشه کسافلو گپ نیست سلامات باشه اینم رفتیم 24 ساعت خودش تحمد مینه یا تحمد های مینه که کور یا تمام کور شیطان گفتی امامو روش سیاه مینه یا امام اعظم قد چور این مذهب را گفتی روش سیاه های کور خدا بزند نخواهی هم تر تحقیر کنی که روش سیاه های قد دین خدمت که اگین و کی خدمت کردن مردم 4 مذهب دا تقسیم کردن مردم ایدین گفتن مردم بیسواد شدن ببین مردم و 4 مذهب تقسیم نکردن مردم نمی شیطانش ما ترکای حرام پانترکو نمی اینمی و خدوزادو یو هم ریشه اینا یکم پلیدور اخی اینمی حکومت فاشیستی پانترکی که همی تشکیل کرده بودن انمی و این ایدئولوژی فاسخه همیو تشکیل کرده گیان مسلمان را تقسیم کرده گیان اینجا یک صاحبای مکتبی یا گناه ندارن اینو هم خیلی ساختن نمی پانترکو ساخته گیان قطعا نو زبط مسلمان را تقسیم کرده گیان یا هیچی یا دانشمندو بودن در وقتش با نام اینو نویستگی کتاب ها کرده گیان امت گرفتن پراکنده کردن این بعد از خیلی شیطانه که وزیر تبود که ابلیس یا خدوزاده حرامه که یو تو چی درجه را خوینان نگه کده نمیفهمن